طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت برای شهروندان افغانستان در ایران خبر دادند. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید و کانال ما را سابسکرایب نمایید. پشتون تیوی. وزارت امور خارجه طالبان از روند آغاز توزیع پاسپورت برای مهاجران افغانستانی در ایران خبر داده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز دوشنبه 30 اسد در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که قرار است در مرحله اول برای نوزادان مهاجران افغانستان پاسپورت توزیع شود. او نوشته است که ریاست امور قنسولای وزارت خارجه طالبان روند توزیع پاسپورت برای مهاجران را در سفارتخانه‌های خود نیز آغاز کرده است. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال ما را سابسکرایب نمایید. وقت خوش، خدا نگهدار.